در همین منطقه 65 میکرورایون یک برادری نمازخوان، اهل مسجد، اهل جمعه، دو خواهر با یک نکاح گرفته بود است. همه داملاش را گفتیم که این مرده که خوب بخی نمازخوان بود است، تو خبر نمیکنی که زنا کرده است این جوان مرد، به هر دش زینای حرام کرده است، عمل حرام کرده است. میگه در این موضوع خطش گپ زدی، میگه همین موضوع خطی من چخ نکنی. سبحان الله، چخیل چخ نکنی کاری حرام؟ برای اون که این زنا براش حلال گردن باید یک نفرش طلاق کنه تا زمانی که عدت او زن نمیگذرد به همون زن اولش معامله و مناسبت براش حرام هست. عیدش که گذشت 3 حیض که دید بعد با زن خودش معامله کرده میتونه، تا او زمان به هر زن زنا کرده است این مرد. با فکرم صاحب دنیا های پول استراب میته همون ملوها را دیگه که میروان همون در دستشو سخت غوث میچسبونه و میگه در این موضوع چخ نکنه دیگه خط میکنم. ای خدا بترسه، پگه در پیش خدا مسئول است، جواب میگه. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تاکید کرد هر کسی از شما امری منکری را دید اگر قدرت دارد، امکانیت دارد، با دست باید اصلاحش کند. فإن لم يستطع فبلسانه، اگر با دست نمیتونه با زبان باید اصلاحش کند. فإن لم يستطع فبقلبه، اگر غیرتی با زبان حتی گفته ندارد باید با قلبش همون را مذمت کند، یعنی که خونش نرود، خطش همنشینی نکند. اما ببینه در شریعت ما حرام است. مگر کسی میتونه دعوا کنه که حضرت یعقوب علیه السلام اپا و خواهر گرفته بود کو، پس چرا برای ما ممکن نبود است؟ خو شریعت حضرت ابراهیم دیگر بود، شریعت ما دیگر است. در شریعت موسی علیه السلام شما ببینید خوردن روغن حیوان، روغنی که از حیوان گرفته میشه حرام است. گوشت شتر حرام است، نمیخورن. اگر به شرطی که در لباسش نجاست افتاد او را میگن به شستن دیگه پاک نمیشود، البته او را میبرن در همون جایی که نجاست غلطیده است، او را قطع میکنن، میبرن میپرتوین. اما در شریعت ما الحمدلله هیچ چیز نیست. یک چیز برای تو بگم، وقتی که شریعت بعدی می آید، حکمهای شریعت اول که با شریعت بعدی اختلاف دارن منسوخ میگردن، بیکار میشوند. دیگر اگر کسی با او شریعت پیشینه عمل کرد که در فلان شریعت بود، گناهکار میشود. ممکن نیست. تصور کنه که کانستیتوسی ها زیاد عوض میشوند. به همین عمر اندک خودمون ما چندین بار دیدیم که کانستیتوسی ها عوض شدن. یک شخص بگه که کانستیتوسی سال 70 ده فلان کار بود، من موافق همون کانستیتوسی عمل میکنم، آیا گپش پذیرفته میشود؟ هرگز نیست. بر همه واجب است که موافق کانستیتوسی نو قبول شده عمل کنند. حکم همی است. همه شریعت ها همه حکم دارند برای همه. ولی بعضا ما را مذمت میکنن شما اهل کتاب فلان میگوید، بسمدان میگوید. ما هیچ شو نمیگیم. واقع شریعت گفته شو، خدا گفته شو، پیغمبر گفته شو. وقتی که شریعت نو آمد، بر اونا واجب است که موافق شریعت نو عمل کنند. حالی متاسفانه بعضی زیایا بعد صدای دخول بلند میکنند، طبل زنی میدرویند، ملاها اهل کتاب حکم به کفر میکنند. سبحان الله، اونا خودشون حکم به کفر میکنند، ما نه. شخصی که یک کتاب خدا را انکار کند کافر میشود. اما یک کتاب خدا را اگر انکار کرد کافر میشود. بخی ما اونا را مجبور نکردیم که قرآن را انکار کنند. ما یهودی ها را مجبور نکردیم که انجیل را انکار کنند. انکار کردن کافر شدن. شخصی که یک پیغمبر خدا را اگر انکار کند کافر میشود. همین مسلمان های ما اگر یک پیغمبر خدا را نعوذ بالله انکار کنند کافر میشود. ما اونا را مجبور نکردیم که شما مثلا محمد صلی الله علیه و سلم قبول نداشته باشید. ما یهودی ها را نگفتیم که شما عیسی علیه السلام
قبول نداشته باشه همچی پیغمبر، مادام که قبول نمیکنن حکم کفر برای خودشون خارج کرده است. یعنی پس وقتی که شریعت محمد صلی الله علیه و سلم در عالم منتشر شد، بر همه واجب گشت متابعت شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسی حقوق ندارد ادعا کند که ما با شریعت پیشین عمل میکنیم. نعوذ بالله، خیلی گپ نیست. در حدیث اومده است، امام مسلم روایت میکند، رسول الله صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد، والذی نفس محمد بیده، قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست، لا یسمع بی احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بالذی ارسلت به الا ادخل النار او الا کان من اصحاب النار. قسم به خدا گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هر کسی که از من با خبر می شود، از دین من آگاه می گردد، بعداً با شریعتی که خداوند بر من ارسال کرده است، بر قرآنی که خداوند بر من نازل کرده است ایمان نمی آورد، این شخص از اهل دوزخ است. نه دین نصرانیش کمکش میکند، نه دین یهودی. پس در پاسخ او برادرایی که ادعا میکنن که مقصد در دیگر شریعت ها به دست مهم نیست، که ما میگوییم که برادرای عزیز، شما معتقد پیروی آخران شریعت در دنیا، آخران پیغمبر در دنیا محمد صلی الله علیه و سلم هستید، موافق انمی شریعت بر ما واجب است و با تمام مردم عالم واجب است عبادت کردن خدا. یعنی همون نمازی که امروز یهودی ها میخوانند، راست استاده و خدا تکان داده، یا عبادتی که نصرانی ها در کلیساشون میکنن، همه اینو منسوخ شده است، اینو پیش خدا پذیرفته نمیشه. بر اونا واجب است مثل ما نماز خواندن، شریعت ما را قبول داشتن، به حکم اسلام عزیز عمل کردن. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. و خداوند حکمش صادر کرده است در قرآن، هر کسی که غیر شریعت اسلام شریعت دیگری را اختیار کند، از او پذیرفته نمی شود و او از زمره خاسرین، از زمره اهل دوزخ محشور خواهد گشت. خب باز یک سؤال تعجیلی همون برادر به فکرم نوشته است. قصه بزن گرفتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زینب بنت جحش رو با استفاده از منابع صحیح نقل می‌گردید، زیرا بعضی ها میگویند که گویا رسول خدا صلی الله علیه و سلم با وی رابطه نهانی داشته است، نعوذ بالله، و زید وقتی از این درکدار شده است پس غضب نموده او را طلاق داده است و باز قصه های دیگری. اکی ما مجبور میشویم، مگر چند وعده کردیم که کوتاه گپ میزنیم، اما حالت هایی هست که کوتاه گپ زده نمیشود. وقتی که سخن درباره مادرهای ما میرود، وقتی که تحقیر به مادرهای ما متعلق میشود، بر ما فرزندان واجب است دفاع کردن از مادرهامان. اولا بر ما واجب است شناختن مادرهامان که مادرهای ما کیها هستند، چرا ما اونا را مادر میگوییم. خداوند متعال در قرآن عظیم شان ما و شما را تعریف و توصیف کرده است. مسلمانان واقعی را در نظر دارم. حضرت خداوند میگوید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، محمد صلی الله علیه و سلم برای مؤمنان از جانهاشو عزیزتر است. و ازواجه امهاتهم، و زنهای محمد صلی الله علیه و سلم مادران مسلمان ها هستند. این حکم مادر فرزندی را خداوند برای ما و شما تعیین کرده است که ازواج مطهره رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مادر هستند، خواه بی خدیجه باشد، خواه بی عایشه باشد، خواه زینب بنت جحش باشد، خواه دیگران.
از این خاطر انشالله مختصرتر درباره ازواج مطهره پیغمبر، درباره مادرها ما قصه میکنم که مادرهای ما کیها بودند، کی با پیغمبر ازدواج کردند، کی وفات کردند، تا اینکه یک تصوراتی لااقل اندکی هم باشد در همین نسبت داشته باشید. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق اخبار صحیحه را در نظر دارم. اختلاف در قولها خیلی زیاد است. با 11 زن نکاحی معامله و معاشرت کرده است و 2 زن دیگر را نکاح کرد، اما با اونا معامله نکرده طلاقشان داد. از اونا جدا گشت. در مجموع 13 تا می شود. 11 زن نکاحی، زنهایی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کرده اند و ام المؤمنین شماریده می شوند. مادران مؤمنان کیها هستند؟ اولا خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت در سن 25 سالگی خیش 15 سال قبل از بعثت و پیغمبری با این خاتونه، با این خانمی زیبا، هم زیبا سیرت و هم زیبا سیرت ازدواج کرد و غیر از ابراهیم تمام فرزندان دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم همه از بیبی خدیجه مادر متولد شده است. تا زمانی که خدیجه زنده بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم آرزوی هیچ زنی را نکرده است. یگان زن حتی پیشنهادش میکردن نمیگرفت. حتی بیبی خدیجه مادرمون التماسش میکرد که یک زن بگی، تصور کنید سن سالی مادرمون به 60 رسیده بود، در صورتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در عین جوش و خروش جوانیش بود، در 45 سالگیش بود. تحقیلش کرد نگرفت. بیبی خدیجه 3 سال قبل از هجرت از دنیا گذشت. پیغمبر به حد خدیجه را دوست می داشت که همون سال وفات بیبی خدیجه را ام الحزن گفته است. سال حزن اندوه، سال غم. بیبی عایشه مادرمون میگه ما غیرت علی امرأة ما غیرت علی خدیجه، بر هیچ زنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینقدر رشک نداشتم که بر خدیجه. ببینید بیبی خدیجه وقتی که از دنیا گذشت ولی پیغمبر عایشه را نگرفته بود. عایشه طفلک بود. عایشه خدیجه را ندیده است، اما میگه از همه زیادتر به بیبی خدیجه رشک داشتم. زیرا هر وقتی که قصه خدیجه در میان می اومد پیغمبر به نیکی یادش میکرد، در حقش دعای خیر میکرد، همه خیلی با محبت گپ میزد که برای رشک می اومد. میگه مادرمون بیبی عایشه. پس عائله اول پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیبی خدیجه کبری است. بعد از وفات بیبی خدیجه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک زن مؤمنه را با نام سوده بنت زمعه به زنی گرفت. سوده کی بود؟ سوده یک زنی که اسلام آورده بود. شوهرش سکران ابن عمرو از دنیا گذشت. از بس که در مکه مکرمه زنهای مسلمان بسیار احوال بد داشتند، خش تبارش و جبرشو میکردن. خوف آن بود که اگر سوده باز بگرده به قوم خودش، به نزد قوم خودش از نو مجبوری به ارتدادش میکنن، به کفرش میکنن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با سوده ازدواج کرد. حتی در بعضی روایات اومده است که سوده از رسول الله صلی الله علیه و سلم کلانتر بود. 5 سال کلان بود است. یعنی برای شهوت نگرفت است. تو را پروای شهوت هم نداشت حضرت. 1 سال بعد از ازدواج سوده همراه پیغمبر زندگی میکرد. یک حالت شد است در تاریخ. وقتی که در جنگ بدر بدری ها قرشی ها بعضش اسارت افتیدند و آوردن شو، سوده بنت زمعه هم که از زنهای اشراف زاده قریش بود سختش رسید.
ببینه این تعصب بعضا کاری خیچه میکنه. در حالت غضب گفت ای حال در مردن تون خوب نبود، در میدان جنگ میکشتن تو از این شرمندگی در خوبتر نبود. حضرت غضبش کرد که تو چی میگویی؟ تو پشتی مشرکا را گرفتستی. از شدت غضب طلاقش داد. سعودک دیگه شب و روز گریه میکرد، پیش حجره پیغمبر می اومد. گفت یا رسول الله من نوبت خواب خدمت نوبت شب ما به بی عایشه هدیه کردم، فقط من میخواهم که فردا روز قیامت همسر تو محشور شوم. این بسیار شرفی بزرگ است که زن پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. خیلی شرفی بزرگ است و حضرت ترحم کرده به حالش، نکاحش کرد، از سری نو گرفتش. سعوده بعد وفات پیغمبر عمر طولانی و دراز دید. عاقبت الامر در سال 54 هجری در مدینه منوره از دنیا گذشت. در قبرستان همون جنت البقیعه گرانده شده است. مادر مو است. بیبی عایشه را 1 سال بعد از سعوده نکاح کرد، اما از بس که یاری خورد بود در خانه پدرش بود. وقتی که به مدینه هجرت کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 سال و 5 ماه بعد 7 ماه دیگر صبر کرد. بیبی عایشه وقتی که به بلاغت رسید حضرت صلی الله علیه و سلم با او ازدواج کرد و زنی یگانه باکیره رسول الله صلی الله علیه و سلم بیبی عایشه مادرمون است. از عالمترین زنها است، از فقیه ترین زنها است. اینقدر مسائل شرعی که از بیبی عایشه ما روایت داریم از بسیاری مردها نداریم. بسیار زیرک و ذکی بود. خدا رحمت مغفرت کنه مادری ما را. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به نهایت دوستش می داشت. زن دوست داشته ترین رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. در صحیحین اومده است، بخاری و مسلم روایت بکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فضل عایشه علی نساء کفضل ثرید علی سایر طعام. فضیلت عایشه نسبت دیگر زنها مثل فضیلت ثرید است نسبت دیگر طعام ها. ثریدش ترید، در زبان ما کلمه ترید استفاده می شود، اما متاسفانه فقط در طعام گاو حیوان را استفاده می بریم. حال آن که هر چیزی که در اون نان ریزه کرده می شود، نان به همون آب آمیخته می شود یا با گوشت روغن آمیخته می شود، نامش ثرید است. همون شوربای توقکی که اینقدر ما و شما دوست می داریم همون ثرید است بچه ها. ثرید یا که همون قروتوی که میزنیم در اینجا اصل بگیریم او ثرید است، اما تریتش میگیم مخلو. ببینید چقدر لذت داره. شوربای توقکی در قطعی نمی شوربای کاسه مقایسه کرده می شود. امروز مود پرست شدیم، در کاسه شوربا میارن نمیفهمی که بارش خورده استم یا خون شوربا نباشه. همون را اگر در طبق بیارن چپاتی را ریزش کنی چقدر بلذت است. فضل بیبی عایشه نسبت دیگر زنها مثل فضل ثرید نسبت دیگر طعام ها است. خب مادری چرا سیم و چهارم میگم؟ از روی سال که کی پیغمبر گرفته شو به همون ترتیب خرونولوژی آورده استوان. بیبی عایشه مادرمون بسیار عمری دراز و با برکت دید. در سال 57 به بعضی روایات سال 58 هجری از دنیا گذشته است، یعنی که 47-48 سال بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم. چهارم زنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نکاح کرده است و شرفی زوجگی پیغمبر و مادری مؤمنان را دارد، مادر مو بیبی حفصه بنت عمر ابن خطاب، دختر حضرت عمر ابن خطاب است. بیبی حفصه یک شوهر داشت با نام خنیس ابن حذافه که بین همه جنگ بدر و احد از دنیا گذشت. بعد جنگ بدر بیبی حفصه را برای حسن و جمالش پیغمبر اختیار نکرده است، به خاطر آنکه مناسبت و معامله مسلمانان قوی تر شود بیبی حفصه را اختیار کرد. و ایلا حضرت عمر پیش از رسول الله صلی الله علیه و سلم به عثمان پیشنهادش کرد، حضرت عثمان نگرفت.
حتی در بعضی حدیث ها اومده است که به حضرت ابوبکر پیشنهاد کرد که یا ابوبکر گفت زن من قیمه شده است، مقصد سیبه شده است، از شوهر مونده است، همین بیوت زبانم نمیگرده بگم راستی، بیا بگیرش. حضرت ابوبکر بعضی بهانه ها گفت، حضرت اسما بعضی بهانه ها گفت. بعدا حضرت ابوبکر میگه که من بس فراست دانستم که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را میگیره، او مادر ما میشود. از همین خاطر گفتند ما چی کردیم؟ قبول نکردیم. و نهایت حضرت رسول الله در سال 3 هجری بی حفصه مادرمون به نکاح در آورد. بی حفصه سال 45 هجری از دنیا گذشته است. پنجم از روی هم ترتیب کرونولوژی زینب بنت خزیمه است. این زینب که سوال کرده است برادر نه، ولی انشالله در اون موضوع هم گپ بزنیم. زینب بنت خزیمه، زینب بنت خزیمه زوجه عبدالله ابن جحش رضی الله عنه بود. شوهرش در جنگ احد به شهادت رسید. از بس که کمبغلا را به حد دوست می داشت و کمکشون میکرد، با لقب ام المساکین مشهور بود. مادر مسکین ها، مادر مسکین ها را خداوند گرفت مادر تمام مسلمان ها کرد، خواه مسکین باشن خواه ثروتمند. و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این زنه که سال خورده بود، جوان نبود، در ابتدای سال 4 هجری به نکاح در آورد. 3 ماه بعد در بعض روایات اومده است 2 ماه بعد مادر زینب از دنیا گذشت. در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم از میان زنهاش 2 نفرش از دنیا گذشته بودند وقتی که حضرت حیات بود. بیبی خدیجه مادرمون و همین زینب بنت خزیمه زن پنجم پیامبر صلی الله علیه و سلم. نهایت ششم مادرمون ام سلمه رضی الله عنها. ام سلمه نامش اصلا هند است، هند بنت ابی امیه. ام سلمه زن ابو سلمه بود. ابو سلمه برادر رضاعی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. هر دوش سویبه کنیز ابو لهب سینه داده است، شیر داده است. وقتی که ابو سلمه به شهادت رسید، ام سلمه فرزنددار بود، پسر داشت، دختر داشت. یک پسرک داره با نام عمر و یک دخترک داشت با نام زینب. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام سلمه را نکاح کرد. او زمان حالی بیت المال به طوری باید شاید عمل نمیکرد. زنی که شوهر نداشت در جامعه بسیار خار میشد، بسیار به عذاب گرفتار میشد. ولی یک ضرب المثل در میان مردم ما هم هست، میگن دخترک شو داره، قربقه شو داره، خیلی آبرو داره. همین گپ شنیده؟ قربقه شو داره، خیلی آبرو داره. حقیقتا در او عصر و زمان شو داشتن یک مایه افتخار بود. از همین خاطر زنها را میبینیم در سن 50 سالگی، حتی بعضا 60 سالگی شوهرشون که از دنیا میگذشت یا طلاق میافتن با شوهر دیگر میکردن. امروز دیگه آبرو را در این نمیدونن این زنکا جگر ریخته ها. اما خاطر از مسافرهای بیچاره به زن میگردن دیگه. زنک دیگه در 45-50 که رسید شو نمیکنه دیگه. بیچاره مسافرها به زن موندن. از همون خاطر برای آن که ام سلمه همون مرتبه و منزلتی که داشت گم نکند، با ابرو و با عزت باشد در بین قومش، از طرف دیگر یک افتخاری بزرگ است که زن رسول الله صلی الله علیه و سلم گردد. حضرت ام سلمه را نکاح کرد گرفت. ام سلمه از بنی مخزوم است، از قبیله قریش، از بطن بنی مخزوم، یعنی خیش تبار ابو جهل و خالد ابن ولید است. یکی از سببهای دلگرم شدن خالد ابن ولید به اسلام همین نکاح رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام سلمه بود. خداوند هدایت میکند اما چیزی را سبب میگردونه. یکی از سببهاش همیشه که وقتی ام سلمه را رسول الله صلی الله علیه و سلم نکاح کرده گرفت، این یزده خیلی آبرو و عزت دارد و در پیش قوم ها چیزی اندک نیست. تصور کنه که یزده را پوچو میگن، در طرف شمال پوچو میگن، پوچو یعنی پوچو کرال یزده،
قوم‌های عرب هم بسیار احترام میکردند. همه خیشتباری و قومیت سببی را بسیار احترام میکردند. عیب میدونستند که با یزدنهاش و با قوم‌هایی که مثلا با اینا یک مناسبت و معامله دارد، معامله و مناسبت درست و صلح نداشته باشند. یکی از سبب‌های دلگرم شدن خالد ابن ولید همی شد. ببینید ام سلمه از همه امری با برکت‌تر زیادتر در میان زنای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیده است. مادر و ام سلمه در 84 سالگیش در سال 62 هجری از دنیا گذشته است. بسیار زن پاکدامن با عفت، بسیار زن صالحه، عاقله، صاحب خیرات بود. بسیاری صحابه پیغمبر از او مصلحت مشورت می گرفتند.